تا به حال دیدید شاعرها هم مثل رپرها همدیگر رو دیس و دیسپک کنن؟ سیمین بهبهانی میاد میگه که من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چه؟ تو اگر مستعد نوحه و آهی چه به من اگر عاشق سنتور و ربابم به تو چه؟ میثم سفرپور میاد سیمین رو دیس میکنه، میگه که کفر و بیدینیت یار به ما مربوط است. بشنو این پند گوهربار به ما مربوط است. دین من داده اجازه که دخالت بکنم تا نبینم ز تو آزار به ما مربوط است. حالا صادق میاد به جای سیمین میثم سفرپور رو دیسپک میکنه، میگه که بشنو این شعر سفرپور به تو مربوط است. لحن تند و کمی ناجور به تو مربوط است. کفر و بیدینی سیمین و من و آن به تو چه؟ شهوت زاهد مغرور به تو مربوط است. ریش در ریش به اندیشه ما چنگ زدید. ملتی گنگ و کر و کور به تو مربوط است.